در دل سنگ‌های کهن، بر بلندای کاخ‌های باستانی و در روح پر افتخار سرزمین ایران نمادی جاودانه نقش بسته است. فروهر نشان پایداری و عظمت، تجلی خرد و شکوهی که هزاران سال در طوفان حوادث استوار و سرافراز باقی مانده است. این پیکر بالدار تنها یک نماد نیست، بلکه قصه ای است از نیاکان آزاده‌ای که با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک تمدنی را بنا نهادند که روشنی بخش تاریخ بشریت شد. از سنگ نگاره های تخت جمشید تا هنر و فرهنگ امروز، فروهر همواره به عنوان نماد فر کیانی و نشانی از هویت ملی ایرانیان درخشان باقی مانده است. پس بیایید این راز کهن را دوباره مرور کنیم و ببینیم چگونه روح جاودانه ایران زمین در خطوط این نماد مقدس به حیات خود ادامه می‌دهد. نماد فر کیانی یا فروهر یکی از نمادهای ملی و بسیار قدیمی ایرانیان است که هر بخش آن پیامی متفاوت و بسیار زیبا دارد. اگر بخواهیم کلی ترین مفهوم نماد فروهر را بیان کنیم، باید بگوییم این نماد نشانه ای از پادشاهی و کیانی در ایران است که در دین زرتشت به عنوان ذره ای از هستی پروردگار معرفی شده است و در حال حاضر یکی از نشانه های ملی ایرانیان محسوب می شود. فروهر که به آن نماد فر کیانی نیز گفته می شود، یکی از برترین نشانه های ملی ایرانیان است که قدمتی بیش از 4500 سال دارد. این پیکر بالدار پیش از زرتشت در ایران و خاورمیانه و همچنین تمدن‌های مصر و سومر و آشور نیز وجود داشته و پس از به روی کار آمدن سلسله هخامنشیان اثری جاودانه در میان فرهنگ آریایی ها پیدا کرده است. این نشان از دیرباز در سنگ نگاره های بیستون و همچنین تخت جمشید به چشم می‌خورد و اکنون به اشکال گوناگون در جواهرات، بشقاب های نقره‌ای، کاشی ها، سنگ ها و مواردی از این دست ساخته یا حک می شود. این نماد از نخستین دهه‌های قرن 20 میلادی به آتشکده ها و زیورآلات زرتشتیان کشیده شد و به عنوان نشانی از دین زرتشت رواج پیدا کرد، زیرا توانست نمادی از اعتقادات زرتشتیان نیز باشد. این در حالی است که قبل از آن تاریخ از نماد فروهر به عنوان یک نماد باستانی در ایران یاد می کند و آن را به عنوان نشان ملی و دوران قدرت و شکوه پارسیان می شناسد. تاجی که روی سر نماد فروهر قرار دارد نیز فر پادشاهی ایرانیان را یادآور می شود. همچنین در اعتقادات آیین زرتشت، فروهر یا فروشی نماد اهورامزدا نیست، بلکه در مفهوم آن بخشی از وجود پاک اهورامزدا معرفی شده است، به این معنی که گوهری به نام روح که در وجود همه موجودات در جهان از جمله انسان به ودیعه قرار داده شده است و پس از مرگ نیز به سمت پروردگار باز می‌گردد. طبق اعتقادات زرتشتی عمر هر دوره از جهان تنها 12,000 سال تخمین زده شده است. طبق این باور در 3000 سال اول در جهان معنوی و عاری از جسم مادی تنها فروهرها حضور داشتند. بنا به خواست اهورامزدا که همان خداوند می باشد، فروهرها در دوره دوم یعنی 3000 ساله دوم جسم پیدا کرده و در قالب ماده به عنوان انسان به این جهان آمدند. حال تعداد این فروهرها به اندازه تمامی موجودات روی زمین است و آنان نگهبان تن مادی خود هستند. بنابراین در پایان زندگی حتی وقتی جسمشان از بین می رود، خود فروهرشان از بین نخواهد رفت و به عبارتی روح انسان ماندگار می ماند تا در جهان بعدی به زندگی خود ادامه دهد. در اعتقادات زرتشتیان فروهرها یا روح نیاکان هر سال در شروع ماه فروردین به زمین آمده و در روز 13 فروردین مجددا به آسمان باز می گردند. و اما معنای قسمت‌های مختلف نماد فر کیانی یا فروهر چیست؟
جالب است بدانید که نماد فروهر علاوه بر معانی کلی که تا اینجا در موردشان صحبت کردیم، به صورت جز به جز نیز معانی خاصی دارد که همین امر آن را با ارزش‌تر کرده است. در این قسمت معانی هر بخش را برایتان خواهیم گفت. چهره پیرمرد. قسمت سر تا سینه این نماد نقش مردی سالمند را در تصور هر فردی ایجاد می کند که نشان از خرد و تجربه است. در واقع این شکل نمادی از دانایی، جهاندیدگی و تجربه پیران خردمند در هر زمان را به نمایش می گذارد. همچنین این چهره اشاره به شخصی نیکوکار و یکتاپرست دارد که ظاهر و رفتار مناسب و پسندیده‌اش میتواند الگوی مناسبی برای همه انسان‌ها باشد. از دیگر معانی این چهره میتوان به کمال آدمی و علاقه به خداپرستی، به خصوص بعد از خودآگاهی انسان و بلوغ او اشاره کرد. دست راست افراشته. دست راست که در این نماد به سمت آسمان بلند شده است، اشاره به ستایش و پرستش خداوند یکتا دارد. همچنین نشانه ای از بزرگمنشی، بالااندیشی و روشنفکری انسان‌های متعالی است. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی. حلقه ای در دست چپ. این حلقه که در دست چپ پیرمرد دیده می شود نشانه ای از عهد و وفاداری نسبت به خداوند و نماد وحدت و همبستگی است. همچنین نشان از عهد و پیمانی است که بین انسان و اهورامزدا بسته می شود و انسان باید خدای واحد را ستایش کند و همیشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند. حتی برخی از مورخان اعتقاد دارند که رسم انداختن حلقه ازدواج در دست چپ و روی انگشت حلقه از همین نماد سنتی ایرانی گرفته شده است که در حال حاضر به کل جهان گسترش یافته و نمادی از پیمان وفاداری بین زن و شوهر است. بالهای گشوده. بالهای کشیده که در اطراف پیرمرد هستند به چندین شکل معنی شدند. بالهای کشیده شده در دو طرف نگاره اشاره به تندیس پرواز به سوی پیشرفت و ترقی در میان انسان هاست و در نهایت امر رسیدن به اهورامزدا خدای واحد ایرانیان است. روی این بالها 3 ردیف پر به چشم می‌خورد که نشانه کردار، گفتار و پندار نیک است که پیامی برای تمام جهانیان است و بالهای انسان تنها با حمایت این 3 ردیف پر، یعنی کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک، توانایی پرواز و پیشرفت را دارد. خطهای روی بالها را نیز به نشانه 33 امشاسپند یا فرشته در نظر می‌گیرند. حلقه میان کمر. در میان این نماد دایره بزرگ مانند حلقه دیده می شود که به جهان هستی و دایره روزگار اشاره می کند. این دایره در واقع نشانه ماندگاری انسان و بیپایانی روزگار است. به همین دلیل انسان در میان آن قرار گرفته است و همچنین بازگو می کند که هر رفتار و کردار آدمی چه خوب و چه بد به خود او باز می گردد و به معنای عامیانه تر همان مفهوم کارما را بیان می کند. پاهای پرنده یا 2 رشته آویز. 2 سر حلقه نماد فروهر به سمت پایین آویزان است که سمت راست نماد خیر و سمت چپ نماد شر است. این امر نشان از 2 عنصر باستان یعنی سپنتا به معنای مقدس که راهنمای خوبی ها، اندیشه نیک و سازندگی است و در مقابل سمت چپ نماد انگره به معنای اهریمن، نیروی شر و راهنمای بدی و مظهر فساد و پلیدی است. دم پرنده. در قسمت پایین پیکر نماد یک دم یا دامن 3 قسمتی وجود دارد که برخلاف 3 اصل اولیه نشان از کردار بد، گفتار بد و پندار بد را دارد. در تفسیر این بخش در نوشته های تاریخی آمده است که بداندیشی، بدگفتاری و بدکرداری و به طور عام بدی ها را همواره باید در پایین ترین مرتبه و زیر پا قرار داد تا نادیده گرفته شوند.
در نهایت نکته جالبی که به چشم می‌خورد این است که صورت پیرمرد به سمت راست قرار دارد که سمت شرق یا طلوع روشنایی است و به همین دلیل نویدی از شادی، پاکی، راستی و روشنی میباشد. بنابراین اگر نمادی دیدید که سر به سمت چپ قرار گرفته بود، نماد اصلی فروهر نیست. این نماد از زمان هخامنشیان که به پادشاهی کوروش کبیر اداره میشد، بیشتر مورد توجه و محبوبیت ایرانیان و به خصوص زرتشتیان قرار گرفت. در این زمان فروهر یا فروهر نماد فر کیانی و نشان اصلی ملی ایرانیان بود. این نماد که قدمت 4500 ساله دارد، پیام آور گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک برای تمام آدمیان است که پیکر بالدار یا فروهر از دیدگاه برخی از ایران شناسان سمبولی از اهورامزدا می باشد. در زمان پادشاهی کوروش کبیر از این نماد در بسیاری از قسمت‌های مختلف قصر پادشاهی تخت جمشید به عنوان تزیین و نماد قدرت استفاده می‌شد. همچنین بسیاری از جواهرات، ظروف و اجسام زینتی در آن زمان با این نشان تزیین می‌شدند. این نگاره باستانی که بر فراز بنای تاریخی تخت جمشید و کاخ سه دروازه نقش بسته در نقش رستم نیز دیده می شود، زیرا نماد قدرت است. این امر همچنین نشان می دهد که برخلاف تصور برخی افراد، نماد فروهر بیش از این که نماد دین زرتشت باشد، یک نشانه ملی است که حتی قدمت آن به قبل این می رسد که زرتشتیان بخواهند آن را نمادی از اهورامزدا بدانند. فروهر در اصل فروهر بوده که نامی آریایی است و مترادف آن در حال حاضر روح شناخته می شود و در حقیقت جوهر حیات است. این نام بیشتر از آنجا می آید که ایرانیان باستان برخلاف سایر اقوام در آن روزگار انسان را ورای کالبد خاکی دارای روحی آسمانی می دانستند. روحی که حتی پس از مرگ از بدن خاکی جدا شده ولی از بین نمی رود و در جای دیگر به زندگیش ادامه می دهد. علیرضا شاهپور شهبازی، باستان شناس ایرانی، در کتاب راهنمای مستند تخت جمشید این نماد را فر کیانی معرفی می کند و نام فروهر را نامی غلط برمی شمارد که به اشتباه رایج شده است. این نماد نمادی بسیار زیبا با معانی عمیق است که حتی جز به جز آن مفاهیم زیبایی دارند. این نماد مظهری عالی از باورهای عمیق و انسانی ایرانیان از قرون گذشته تا به حال است. در این ویدیو سعی شد معانی این نماد در نقش‌ها و مکان‌های مختلف و همچنین بخش‌های متفاوت این نماد به طور کامل توضیح داده شود که امیدواریم از آن لذت برده باشید. شاید فروهر فقط تصویری بر سنگ‌های تخت جمشید نباشد، شاید یادآوری چیزی باشد که انسان در طول تاریخ در جستجوی آن بوده است، راهی برای بهتر شدن. ایرانیان باستان باور داشتند که در درون هر انسان نیرویی برای انتخاب میان روشنایی و تاریکی وجود دارد و شاید به همین دلیل است که پس از هزاران سال هنوز به این نقش خیره میشویم و احساس میکنیم چیزی از گذشته با ما حرف میزند. فروهر به ما یادآوری میکند که گذشته فقط مجموعه‌ای از شاهان، جنگ‌ها و بناهای باشکوه نیست. گذشته بخشی از هویت ماست، بخشی از آن چیزی که به ما میگوید از کجا آمده ایم و چه چیزهایی برای نیاکانمان ارزش داشته است. شاید مهمترین پیام فروهر نه در بالهایش باشد و نه در حلقه‌ای که در دست دارد، بلکه در انتخابی باشد که هر روز پیش روی ماست. اینکه چه چیزی را از گذشته با خود به آینده ببریم و چه چیزی را همانجا در گذشته بگذاریم. هزاران سال گذشته است، امپراتوری ها آمدند و رفتند، کاخ ها فرو ریختند و نام بسیاری از آدم ها از یادها رفته است. اما هنوز در سکوت سنگ های باستانی انسانی بالگشوده ایستاده است. انگار هنوز به ما میگوید راه انسان همیشه رو به سوی روشنایی است و شاید میراث واقعی نیاکانمان همین باشد، نه فقط آنچه برای ما به جا گذاشتند، بلکه انتخابی که امروز ما میکنیم تا چیزی ارزشمند برای آیندگان باقی بگذاریم.